گاهی روش‌های جنگی فقط در میدان نبرد باقی نمی‌مانند، بلکه به الگو تبدیل می‌شوند. الگویی که می‌تواند در نقاط دیگر جهان تکرار شود. در این قسمت به سراغ مقاله میریم از برانکو مارستیچ، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و از نویسندگان نشریه ژاکوبن. ژاکوبن یک فصلنامه نیویورکی با گرایش سوسیالیستی دموکراتیک است که به خاطر رویکرد انتقادیش نسبت به سیاست‌های جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی شناخته می‌شود. مارستیچ در نوشته‌های خود عمدتاً به سیاست خارجی ایالات متحده، جنگ‌ها و پیامدهای آنها می‌پردازد. او همچنین نویسنده کتاب مرد دیروز، پرونده علیه جو بایدن است. متنی که میشنوید بر اساس مقاله از اوست که در 2 آوریل 2026 در ژاکوبن منتشر شده است. روش جنگی در غزه به یک هنجار تبدیل شده است. آمریکا و اسرائیل در جنگ‌های خود علیه ایران و لبنان زیرساخت‌های غیر نظامی را نابود می‌کنند، کودکان را قتل عام می‌کنند و کارکنان درمانی را ترور می‌کنند. آنها به این ترتیب شیوه‌های بیرحمانه‌ای را که در نوار غزه به کار بردند به دیگر نقاط صادر می‌کنند. یکی از وحشتناکترین جنبه‌های آنچه در غزه رخ داده است، علاوه بر کشتار تقریباً بی‌سابقه کودکان و دیگر غیر نظامیان و نابودی تقریباً کامل یک جامعه، رخدادی بی همتا در عصر مدرن این است که مقامات ایالات متحده و اسرائیل آشکارا امیدوار بودند این تجربه به الگوی جدید و هولناک جنگ مدرن تبدیل شود. و همانطور که اکنون در ایران و لبنان می‌بینیم، آنها برای اجرای این الگو در دیگر نقاط هیچ درنگی نکردند. سال گذشته در حالی که غزه به ویرانه تبدیل شده بود و بیش از 10% جمعیت آن کشته یا زخمی شده بودند، مجله نیویورکر گزارشی تکان دهنده منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که چندین وکیل نظامی و کارشناسان حقوقی آمریکایی موج کشتار و ویرانی در غزه را نه تنها روشی قابل قبول برای جنگ، بلکه نوعی تمرین مقدماتی برای درگیری‌های آینده می‌دانند. درگیری‌هایی با رقبایی مانند چین، جنگی بدون محدودیت، بدون رعایت حقوق بین‌الملل و بدون تردید در کشتن غیر نظامیان. به بیان دیگر، آنچه در غزه رخ داد می‌تواند به هنجار جدید جنگ تبدیل شود. دست کم زمانی که این اقدامات از سوی طرف ما انجام می‌شود. این نگاه در ادامه روندی قرار دارد که در آن مقامات آمریکایی و اسرائیلی برای توجیه اقدامات خود به بمباران‌های گسترده متفقین در جنگ جهانی دوم استناد می‌کنند. بمباران‌هایی که پس از پایان جنگ به طور گسترده به عنوان جنایت جنگی و یک فاجعه اخلاقی شناخته شدند. حتی توسط ژنرال کرتیس لومی که خود فرمانده بمباران‌های آتش‌زا علیه ژاپن بود. شدت این فجایع باعث شد که پس از جنگ نظامی از حقوق بین الملل شکل بگیرد تا از تکرار چنین اعمالی جلوگیری شود. با این حال در سالهای اخیر سیاستمداران تندرو در آمریکا و اسرائیل حتی دیگر تلاشی برای پنهان کردن این واقعیت نمی کنند و آنچه امروز در ایران و لبنان رخ می دهد اجرای عملی همین رویکرد است. ایران مانند غزه اگرچه برآوردها متفاوت است، اما توافق کلی وجود دارد که در روزهای نخست جنگ روزانه حدود 1000 بمب بر ایران فرو ریخته است. نرخی مشابه با روزهای ابتدایی بمباران غزه. حتی برخی برآوردها نشان می‌دهد که این میزان از شدت بمباران ماه نخست جنگ غزه در سال 2023 نیز بیشتر بوده است. طبق گزارش گروه مستقل ایرورز، در 100 ساعت نخست جنگ شدت حملات 2 برابر دوره مشابه در غزه بوده است. باید به یاد داشت که غزه در همان آغاز جنگ شاهد یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران در این قرن بوده است. با این حال الگوی جنگ در ایران بسیاری از همان ویژگی‌هایی را دارد که پیشتر در غزه دیده شد. جنگ با کشتار کودکان آغاز شد. حمله به یک مدرسه که بیش از 160 کودک در آن کشته شدند. همچنین بمباران یک سالن ورزشی و یک مدرسه دیگر که به کشته شدن 21 نفر از جمله 2 کودک انجامید. از آن زمان ساختمان‌های مسکونی و حتی محله‌های کامل با بمب‌های سنگین تخریب شدند و غیر نظامیان زیر آوار دفن شدند. بر اساس گزارش هلال احمر ایران، بیش از 90,000 واحد مسکونی، صدها مرکز درمانی، صدها دانشگاه و مدرسه و بسیاری دیگر از زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب دیده یا نابود شدند. این اهداف شامل داروخانه‌ها، ایستگاه‌های پلیس، تأسیسات آب و حتی آثار تاریخی بودند. همچنین چندین بار تأسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار گرفتند، اقدامی که خطر بروز یک فاجعه بزرگ را افزایش می‌دهد.
اسرائیل همچنین تأسیسات نفتی تهران را بمباران کرده است، حملاتی که باعث انتشار دودهای سمی و بارانهای اسیدی شدند. زیرساخت‌های حیاتی از جمله تولید غذا، دارو و فولاد نیز هدف قرار گرفتند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در برخی موارد از هوش مصنوعی برای انتخاب اهداف استفاده شده است. تمام این موارد یادآور همان الگویی است که پیشتر در غزه دیده شد. بمباران‌های بی‌تمایز، استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت، کشتار کودکان و حمله به زیرساخت‌های حیاتی. لبنان مانند غزه. این روند تنها به ایران محدود نیست. در لبنان نیز همان الگو در حال تکرار است. ارتش اسرائیل دستورهای تخلیه اجباری صادر کرده است و بیش از 1 میلیون نفر، یعنی حدود 20% جمعیت لبنان، آواره شدند. هدف اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان و ایجاد یک منطقه حائل است. در این میان گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد کارکنان درمانی و خبرنگاران به طور هدفمند هدف قرار گرفتند. 10 نفر از آنها کشته شدند. همچنین نشانه‌هایی از استفاده از فسفر سفید در مناطق مسکونی گزارش شده است. حملات به بیمارستان‌ها، ساختمان‌های مسکونی، نیروگاه‌ها، سیستم‌های آبرسانی و زمین‌های کشاورزی ادامه یافته است. همه اینها پیشتر در غزه نیز دیده شده بود. حتی آماری که درباره غزه مطرح شده بود، کشتار روزانه کودکان به اندازه 1 کلاس درس درباره لبنان نیز تکرار می‌شود. اکنون همه ما غزه هستیم. آنچه در خاورمیانه شاهدان هستیم، غزه‌ای سازی جنگ است. روشن است که اسرائیل و واشنگتن مصممند برخی از نفرت‌انگیزترین رفتارهای اسرائیل، اقداماتی که زمانی آنها را نمونه‌های یگانه و تاریخی از سادیسم انسانی می‌دانستیم، به هنجار جدید برای همه جنگ‌های آیندهشان تبدیل کنند و این از منظر صرفاً انسانی امری هولناک است. اصل حقوق بین‌الملل بر این است که همگان به طور ضمنی بر مجموعه‌ای از قواعد پایه توافق داشته باشند تا تضمین شود برخی رفتارها در جنگ صرف نظر از طرف درگیر ممنوع هستند. اما وقتی استثناهایی ایجاد شود، طرف‌های مقابل نیز خود را مجاز می‌بینند که همان مسیر را دنبال کنند، با نتایجی به هیچ وجه خوشایند. همان گونه که در حملات تلافی‌جویانه ایران علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و همچنین در اتهام‌زنی‌های ناگهانی نئومحافظه‌کاران و مقامات اسرائیلی دیده می‌شود که مدعی‌اند ایران با تقلید از آنها مرتکب جنایات جنگی می‌شود. رعایت حقوق بین‌الملل چیزی نیست که بتوان آن را به دلخواه روشن و خاموش کرد. اسرائیل و مقامات ترامپ با تلاش برای وارونه‌سازی این مفهوم تنها به ارتکاب جنایات هولناک بسنده نمی‌کنند. اونها در حال ساختن جهانی خشن‌تر هستند. جهانی که در آن حتی مردم خودشان نیز با خطر بیشتری روبرو می‌شوند تا همان آسیب‌هایی را تجربه کنند که اکنون خود در حال وارد کردن آنها هستند. جهانی که در آن دشمنان آینده ایالات متحده با تردید کمتری به ذخایر غذایی آمریکایی‌ها یا زیرساخت‌هایی که آنها را در زمستان گرم نگه می‌دارند حمله خواهند کرد، یا تأسیسات درمانی را که هنگام بیماری با آنها وابسته‌اند نابود یا از کار خواهند انداخت. و همه اینها در نتیجه جنگی نامحبوب که توسط رهبرانی آغاز شده که حتی اکثریت آمریکایی‌ها نیز از آنها حمایت نمی‌کنند. غزه‌ای‌سازی جنگ توسط ترامپ و اسرائیل یک قمار بزرگ است و آنچه به عنوان وثیقه در این قمار گذاشته می‌شود زندگی ما، زندگی فرزندانمان، خانواده‌هایمان و عزیزانمان است.